خب آقا این بلوک هیدرولیک پکیج ایران رادیاتوره که به صورت مکانیکی آبی که از مبدل اولیه مبدل بالای شعله بیرون میاد به سمت ثانویه یا رادیاتورها هدایتش میکنه به صورت مکانیکی با استفاده از یه دونه دیافراگم و دیسکی که داخل این قطعه هست و با استفاده از اختلاف فشاری که این دوتا لوله ایجاد میکنن باعث میشه که مسیر رادیاتورها یعنی این 3/4 از مصرفی جدا بشه. حالا بازش میکنیم ببینیم جریان داخلش آقا به چه صورته و من این دوتا لوله رو جدا کنم. چسب مزده زدن دوری که میشسته این بلوکن شکسته این مقداری چسب مزده داریم برای آبندی سوریه اینقدر چسب زدن که این لوله اینجا گرفته. این چجوری میخواست کار چجوری میخواست کار کنه؟ خب اینجا حالا قسمت دیافراگمش رو باز کنیم. هیچ موقع از چسب مزدا و نوار تفلون برای آببندی استفاده نکنید. تا جایی که میتونید برید اورینگ بخرید. اورینگ های خود دستگاه همیشه همراهتون باشه. اورینگ خودش رو که بزنید هیچ موقع نه چکه آب دارید نه نشتی آب. حتما از اورینگ ها استفاده کنید. بزن سریعا